خبر بد برای علاقمندان مصطفی عزیزیار. مصطفی عزیزیار از ازبکستان و کدام کشور سفر کرده است؟ زندگی پر از ماجرا و جنجال مصطفی عزیزیار در کشور جدید. مصطفی عزیزیار مصروف چی کار و بار بوده است؟ دلیل دوری مصطفی عزیزیار از پرده رسانه‌ها چیست؟ همسر مصطفی عزیزیار در چی وضعیتی و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای من هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. مصطفی عزیزیار مجری موفق چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. مصطفی عزیزیار برنامه‌های بیشماری را در تلویزیون جهانی طلوع مدیریت می‌کرد. وی از آغاز تلویزیون جهانی طلوع و کارهای رسانه‌ایش ادامه داده است که تاکنون در میان مردم افغانستان شهرت خوبی دارد. لقب مصطفی عزیزیار به صدای اطلاعی در تلویزیون جهانی طلوع تبدیل شده بود. این مجری موفق در ضمن و سرودن آهنگ هم علاقه داشت و چندین آهنگ سروده است. مصطفی عزیزیار با استعداد خاصی که داشت در تلویزیون طلوع و رادیوی آرمان من حیث مدیر اجرایی وظیفه میکرد. این همه در حالی است که وی با دختر امیرجان صبوری ازدواج کرده است و اکنون صاحب 2 فرزندی است. تازه تصاویر مصطفی عزیزیار در صفحات مجازی دست به دست می شود که این مجری با استعداد و موفق افغان در کشور امریکا زندگی می کند و تازه سفر کرده است. اما مصطفی عزیزیار از خانمش جدا شده است. خانمش در کشور ازبکستان است. تاکنون مصطفی عزیزیار درباره جزئیات بیشتر این ماجرا ابراز نظر نکرده است، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این مجری موفق و با استعداد از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای من هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر هر یک از شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را والله منان امانت گذاشته. موفق و کامیاب باشید.